سلام بیننده های عزیز، امیدوارم که خوب صحتمند و سر حال باشین. باز هم خوش آمدین به یک دیگر از گزارش های ویژه ما. با ما شبیر احمد محمدی از پل سوخته. عزیزان بیننده، ما هم آمدیم، قسم که شما هم در تصویر میبینین که شاروالی آمده در پل سوخته و زیر پل جمع میکنه و معتادین هم نیروهای امارت اسلامی کاملا جمع کرده و واقعا جای خوشحالی است و جای خوشی است که در 20 سال هیچ کس نتوانست که معتادین از اینجا جمع بکنه و اینجا لانهشان شده بود که قسم که شما هم حتما آمدین از اینجا دیدین و از اینجا دیدن کرده بودین و بسیاری از جوانای ما می آمدن اینا را که میدیدن اونا هم رو می آوردن به مواد مخدر. میدیدین که بسیاری از جوانای که بسیار سن خرد داره، بسیار سن کم داره، اما معتاد شده بود به مواد مخدر و فعلا جای خوشحالی است که تمامی از اینا انتقال داده شده به شفاخانه ها تا که جوانای ما صحتمند شوند، جوانای ما تداوی شوند و در راستای پیشرفت کشور دست به دست هم بتیم و کشور خدا صوب به پیشرفت ببریم. و اینجا هم نیروهای امارت اسلامی است، با اینا هم صحبت میکنیم که چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنن، چقدر وقت میشه که این کار شروع کردن و معتادین جمع آوری کردن. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام برادر، خوش آمدید. خوش باشین، سلامت باشین. اول خو دستون درد نکنه، خسته نباشین که یک کار را کردین. بخیر باشین برادر، خدا کنه که اینمی یک اقدام خیر باشه و مردم خوش باشه و مردم خوش شوه و مردم جور شوه بخیر ان شاء الله. اینمی را شروع کرده کارش تقریبا یک هفته میشه که همینجا کار جریان داره. جمع‌آوری معتادین است و بخیر جمع کرده کلش شفاخانه برده یا کار پاکاریش روان است ان شاء الله که رنگ میشه، روغن میشه، همینجا مکمل از همین گند و از همین کثافات پاک میشه ان شاء الله. ان شاء الله واقعا من خودم من حیث یک جوان، من حیث یک افغان بالای شما افتخار میکنیم که همچون کار کردین. ما خود شاهد بودیم، دیده بودیم که در 20 سال شده بود که کم نشده بود معتادین ما، بلکه زیاد شده بود کیجا. هر روز جوانای ما رو میآورد به مواد مخدر و فعلا شما یک نکته مهم اشاره کردین، گفتین رنگ روغن هم میکنین اینجا. ان شاء الله همه کل جای و جوچش جور میشه بخیر، رنگ میشه، روغن میشه، پاکاریش جریان داره بخیر، رنگ و روغنش هم شروع میشه که پاکاریش خلاص شه بخیر، رنگ و روغن شروع میشه و تماما پودریا که در هر جای بودند و هر جای هستند جمع‌آوری جریان داره کلش به شفاخانه انتقال میشه ان شاء الله. بسیار چطور بودن؟ خود معتادین راضی بودن که برن به شفاخانه یا خیر؟ بعضی هایشان راضی بودن، بعضی هایشان میگرفتند، اینم یالا میگرزن خو از پشتش نیروها هستند ان شاء الله که جمع میکنن در هر جایی که باشن جمع میکنن به شفاخانه میبرن ان شاء الله. فعلا خود در زیر پل کدام معتاد نمونده در اینجا؟ یک نفرم فعلا نمونده در داخل زیر پل، یک نفرم نیست ان شاء الله. کلش جمع شده، کلش از جا برده شده به شفاخانه. در گردون شما خودتان میبینین که پاکاری جریان داره بخیر، پاک میشه مکمل که پاکاری شد. بعد از اون رنگ و روغنش کنکریتش هم جوچه‌اش منظم جور میشه، کلش چیزش ان شاء الله سیستم خوب پاک سوتره که هیچ بوی نباشه دیگه. واقعا جای خوشی است، واقعا جای. و یک نکته هم هست که اینجا مرکز شهر است. اینجا معتادین که میبوده که امی موقعیت زشت کرده بود و یک نام دیگه را برای اینجا داده بوده. پل سوخته میگه تمام در فکر معتادین و در فکر مواد مخدر میرفتن. والله چه راستی هم که بود خود ما که در میازه هستیم ما قدر به تکلیف بودیم به خاطر از اینکه می شو یا میشدن بیرون میشدن. کس میگفت لاین ما قطع است، کس میگفت پایپ ما قطع است. این یک هفته که ما این کار را شروع کردیم ما هیچ کسی را ندیدیم که آمده باشه که یا لاین ما قطع شده یا پایپ ما قطع شده یا چیز ما دزدی شده. دیگه این از هر نگاه خوب است، از نگاه امنیت بگوی، از نگاه پاکاری بگوی، از نگاه صفایی بگوی. ان شاء الله خدا توفیق بده کلانا را زنده باشن که اینم اقدام کردند و ما را تشویق کردند که این کار کنیم ان شاء الله. ان شاء الله بسیار خوب. و این معتادین در کدام شفاخانه انتقال دادین؟ شما درست معلومات دارین که در کدام شفاخانه انتقال دادن؟ تو معلومات دقیق برای ما ندادن، فقط اینم قدر ما کردیم که از همینجا جمعش کردیم دیگه. خود همون پرسنل قماندانی بود اونها در شفاخانه بردن که در کدام شفاخانه بردن. خب اکثر شفاخیان در پل چرخی بردن. خب بسیار خوب. ما خو میدیدیم که در بغل دیوال اربی 16 هم معتادین بود، از اونجا هم جمع آوری شده تمامی؟ از اونجا ان شاء الله جمع آوری شدن، دیگه هم جمع آوری میشن. دیدین که هم یک روز یا بردن دیگه کار خلاص شد. نه تا وقتی که هم یک نفرم در اینجا دیده میشه او رو میبرند موتر سیار دارن پشتش میگردن در موتر بار میکنند و میبرن. خدا کمتان نکنه. بسیار یک اقدام نیک، بسیار یک کار نیک کردین. کدام گفتنی دارین؟ بخیر باشین، زنده باشین، وطن آزاد باشه، آرام باشه، وطن ما مردم ما خوش باشه ان شاء الله. کارهای خوب دراز بخیر، امنیت خوب میشه ان شاء الله. خوب شده دیگه هم خوب میشه، 100% خوب میشه. کوشش آخری ما اینمیز زنده باشه کلانای ما که اقدامای خوب و نیک میکنن ان شاء الله. با ما اجازه است که بریم از خود زیر پلم به
بیننده از یک تصویر نشان میدیم که فعلا هیچ معتاد نیست اینجا. امی هر جایی که دلتان است بیادر بیغم پلن برداری کنین و ببینین و سعی کنین ان شاء الله یک نفرم شما پیدا نمیکنین. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. ولی بیننده از ما هم میریم اما آهسته در زیر پل اوجا هم به شما نشان میدیم که هیچ معتاد نیست و واقعا جای خوشحالی است. سلام علیکم قاری صاحب. خوب هستین؟ سلام بدر خوب هستی؟ خیرت است. تشکر. سلامت باشه. خود یک معرفی بکنی؟ نام خیل محمد است. کارمند نی 5 هستم. شاروالی کابل ریاست تنظیف. شاروالی کابل. بسیار خوب بسیار خوب. خودت کدام پست داری؟ خودم بخش تنظیف. بخش تنظیف. بله. واقعا خودت بعض من حیث یک افغان چقدر خوشحال هستی که میبینی در 20 سال ما حتی اجازه نداشتیم پایین شویم در اینجا. نمیتونستیم جرأت نمیداریم اما فعلا پاکاری شده و تمامی جوانای ما هم انتقال داده شده به شفاخانه ها و صحتیاب میشه و ان شاء الله به خاطر وطن ما دست به دست هم میتیم و وطن خدا نه پیشرفت میتیم. الحمدلله از خداوند متعال راضی هستیم، از امارات اسلامی، از قماندانی، از وزارت داخله که با همراه ما همکار شدن و متادین جمع کردن که برادران خدا کنه خداوند بر صحت بده او با جامعه صحت دادن خود کنه. از شاروالی کابل ریاست تنظیف عظیم خواهشمند هستیم، خوش هستیم از پیشش که کارهای تنظیفی را پیش میبرند. او از وزارت داخله بازم تشکر میکنم که متادین جمع کرد، بازار بسری را روان کرد. از خدا راضی هستیم که از خدا میخوام که یا جور شود یک با اولادای خود پس بس یک سلامتی به یک صحت خوب پس بگردن ان شاء الله ان شاء الله. من میفهمم که تمامی خانواده‌هایشان هم همین آرزو را داشتن که یک روز همین جوانشان یا همین طفل میگفت همین پدرم یا یک خواهرم میگفت همین برادرم جور شود و صحتیاب شود. ان شاء الله اگر رضای خداوند بود، اگر خداوند خواسته بود او کوشش امارات اسلامی اگر بود ان شاء الله تعالی ایره همه مرتين اطمینان میتونم که ان شاء الله پس در صحت خوب پس در خانه خود میگردم ان شاء الله ان شاء الله. خودت اگر به ما بگویی که خودت چه قسم یک تدبیر کردی که وقتی که در 20 سال اینقدر کمک هم بود ما خود ما شاهد بودیم اما کسی نمیتونست که اینا رو جمع آوری بکنه و یا اینا صحتیاب و مگه میشت میرفت شفاخانه دوباره پس میومد اینجا یک لانه برشان شده بود اما فعلا بدون هیچ کدام کمکی جمع آوری شد تمام اینا. اینجا خو یک مشکلی بود که هم خود نفرای دولت اینجا فروخته میشد می آورد. وقتی که دولت خودش که سابقا اینجا میفروخت می آورد دیگه او کی رو جمع کرده میتونست کس جمع کرده که در کار ما خودم دست داشته باشم. مثال یک مسئول یک ساحه هستم تو میتونی کارو بکنی نمیتونی. خو از امارات اسلامی بازم تشکر میکنیم یا جمع شد واقعیت تو وقت یک خو خودم ندیده بودم که ما خو باشم که مردم جمع شوه شهر پاک شوه. تیم تنظیف ما تقریبا که 100% 80% امیال چی از یارو پاک میکنه همین جایی که کثافات از یارو پاک میکنه در کل ولایت کابل ان شاء الله که اطمینان میتم که در هر پلچک و هر جا که جمع شده کار تنظیف روان است. روان است هم شب هم روز. خسته نباشین. والوطن جوړو لنړۍ سره سیال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو د جنت په مثال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر زنده باشین. سلامت باشین بخیر باشین. خود یک معرفی بکنید. اسم محمد واسیم یکی از کارگرای نایه 13 شاروالی کابل. بله. شاروالی کابل. استاد نسیم خودت واقعا چقدر خوشحال هستی؟ والا خوشحال برزی هستیم که وطن خودمون کار میکنیم زحمت میکشیم دیگه. همینجا آمدیم جای متادین بودن که میخوایم پاککاری شوه و پاک شوه. بله. بسیار خوب. در 20 سال یا در طول همینقدر وقتی که همراه شاروالی کار میکنی با تو اقدام شده بود آمده بودین اینجا؟ نه، اولین باری است که ما آمدیم اقدام کردیم اینجا از برکت امارات اسلامی که متادین جمع آوری کردن دیگه ما آمدیم برای پاککاری از اینجا. دستتان درد نکنه سلامت باشین. چقدر با مشکلات روبرو هستین وقتی که اینجا آمدین و اینجا پاککاری میکنین؟ مشکلات خاصات که آمدیم تا این فعلا هم شما فکر ببینید باور کن که صدای ما انجره خراب شده تغییر کرده دیگه. جای متادین است طبعا تاثیر میکنه سر اعصاب و سر مغز کپا. دقیقاً تاثیر خو میکنه. ما یک
5 دقیقه و یک چند دقیقه میشه که اینجا آمدیم. شما که از صبح بودین. ازش صبح واسم تا فعلا اینا کار میکنم. تا فعلا نه گفتی اگه تا نشه خو نشدین است. که نشان بتر چطور؟ از نشان بتر همیال گنگ هستیم میخی. ما چی که تمام کارمندای همینجا که کارگرایی که کار میکنن تمامشان نشستن. نشستن. خداوند اجرش براتون بده. شما با خاطر پیشرفت کشور کار میکنین. بله. بسیار. در زمان جمهوریت بگویم یا در 20 سال هم دل میکردی که بیایی اینجا پایین شوی؟ نه واقعا دل کردن نمیتونستیم به خاطر از اینکه هجوم از اینا بسیار زیاد بودن. ما بادا که اینجا بیایی یا سیل کنی یا برای کار بیایی یا وردیدن بیایی شاید لطم بخوریم یا زخمی هم شویم دیگه هم شویم. هیچ کس دل نمیتونست. دل کردن نمیتونستن بله. خبر فعلا میگه رنگ روغن هم میکنن. بله. همین کارهای که پاکاریایی که شوه رنگ روغن میشه. جور میشه. چقدر کثافات بوده که واقعا ما که آمدیم یگان جای بیخی تا تپه واره جور شده بود از دست بسیار از تو نام حسابش کنی بالاتر است اینجا. یعنی تقریبا از 20 سال هم زیادتر میشه که اینجا پاک نشده، پاکاری نشده. بله بله. کدام گفتنی داری؟ کمری ما در خدمت است. گفتنی ما برای جوانای نمی است که به می مرض خود مبتلا نسازند، کوشش کنند زحمت بکشند، درس بخوانند، ورزش کنند که تا از این مرض در امان باشند. سلامت باشید. زنده باشید. بله عزیزان بیننده، ما هم هستیم در زیر پل سوخته و قسم شما هم در تصویر میبینین شاروالی کابل آمده به خاطر پاکاری از این ساحه. واقعا بسیار سرد هم است و بسیار یک بوی تعفن هم میته. همینجا بود که جوانای ما معتادین ما شب و روز را سپری میکردند، سالهای سال را همینجا سپری کردند و فعلا بسیار جای خوشی است که از اینجا انتقال داده شدن و امیدوار هستیم که صحتمند شوند، دست بکشن از مواد مخدر و ما هم میریم آهسته بالا و از مردم ما هم نظریاتشان میپرسیم که واقعا چقدر خوشحال هستند با اقدام همچو کار. پس شما هم گزارش تا آخر بیننده باشین و در کامنت هم نظریاتتان با ما شریک بسازین. عزیزان بیننده، ما هم آمدیم دوباره سر پل و همینجا شاروالی کابل است. کثافات را که از بالا مندازه به اینجا موتر مندازن و انتقالش میتن. همینجا هم یک صحبت میکنیم. سلام علیکم برادر. خوب هستین؟ سلام علیکم. شکر زنده باشین. سلامت باشین. اگه همینجا استاد شوین که روبروی کامرا باشین. خوب هستین برادر جان؟ تشکر. زنده باشین. سلامت باشین و خسته نباشین. زنده باشین. با خیر باشی. خود یک معرفی بکنی؟ عبدالباسط هستم، کارگر نای سوم. کارگر نای سوم. بسیار خوب. خود زیر پل رفتی تا بالا یا نه؟ رفتیم. صبحی جمع‌آوری کردیم، حالا بارش میکنیم که انتقالش بده به ریاست. این در کجا انتقال میده؟ ریاست تنظیم. ریاست تنظیم. بله. فکر خودت چقدر وقت را در بر شاید بگیره که پاک شود زیر پل؟ والا ما که دم یک هفته کار میکنیم تا از شنبه تا اینم فعالیت میکنیم. حال یک 70% پاک شده. چقدر وقت میشه خودت کار میکنید؟ یه 3 روز میشه که ما کار میکنیم. 3 روز میشه. از روز یک شنبه تا این حالا. یک شنبه. از روزای اول خودت بودی دیگه. روزای اول بودیم ما. آها. چطور از این پایین که میری یک گنگس برطرف نمیده، گنگسیت برطرف نمیده؟ از گنگسیت چی میگن که بیخی وضع کارگرها خراب شده بود، باید هیچ پاک نمیشد. بالاخره باز ماشین آوردن و زیر و هوایش صاف کردن تا کارگر کار کرده بودن، در غیر از کار کردن نمیتونست. با چی مشکلات روبرو بودین؟ ما میدیم که تمامیشان به خودم خانه جور کرده بودن، اینجا پردار زده بودن و یا سنگ مونده بودن. هر چیز بود، هم تو خانه های سنگی جور کرده بودن، بسیار کلان بود، بسیار چیزای جنده و کونه و اینا میجره آورده بودن، حتی تا تایرای موترهای کلان آورده بودن. تو سایلای بود که هیچ قابل نگه نبود که مثال انتقال بده. در 6 نفر 7 نفر انتقال دادن نمیشد. و از موانع سرک آورده بودن در زیر پل. موانع سرک را آورده بودن در زیر پل. در زیر پل موانع سرک زیر پل تا کرده بودن. همین موانع سیمتی را که اینا هیچ عقل باور نمیکنه که چه رقم تا کردن. چه قسم تا کردن؟ چی میکردن؟ خانه جور کرده بودن، اون دیوالای موانع بودن. خانه جور کرده بودن. خانه جور کرده بودن. بسیار خوب. کدام پیام داری؟ با خیر سلامت باشی. پیام خاص ندارم، فقط پیام به جوانایی است که رو به احتیاط نبرن. تعلیم رو به درس بیارن، به انکشاف ملت بیارن تا به دست جوان‌ها است. همین افغانستان. این پیام خاصم است. سلامت باشید. با خیر باشین، زنده باشید. از اون می‌بینم ما هم آهسته میریم همون طرف. از هموطنان ما هم یک نظرشون می داشته باشیم درباره اقدام همچو کار و یک تشکری میکنیم از امارت اسلامی. با وجود از اینکه هم که کمک‌ها نیست، با وجود از اینکه هم که کشورمون با یک نحو تحریم است، اما باز هم با پیشرفت کشور کار میکنن. دائم سربلند سلامت باشین. ما هم میریم آهسته ببینیم که همراه کدام هموطن ما میتونیم گپ بزنیم. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. خوب هستین؟ شکر ممنون. سلامت باشین. اما تا پایین میدیدین گفتم باش که همراه شما هم یک همکلام شویم، خود معرفی بکنین. نوم سبحان الله ده کابل اوسیدونکو، فعلا کابل کې ژوند کوم.
همداسې راغلم ومې کتل ما چې سال دی وضعیت څنګه دی په اجتماعي بس هغه کې مې ولیدل خبرو کې چې د پولیس سوخته پوډریان یې ټول کړي دي واقعا له زړه نه پرې خوشحاله شوم دلته ټول د دود ښکار وو دلته ټول د مافیا ښکار وو نو همدا اوس راغلم ومې کتل ډېر خوشحاله شوم دا ډېر نیک اقدام دی هر چا چې کړی نو واقعا د ستایلو وړ دی بسیار خوب. ما همونطور که میدیدم من پایین میدیدم بسیار خوش میدیدین. قبلا وقت که معتادین همینجا بوده که آمده بودین دیدن کده بودین؟ او راغلی وم ډېر ځله دلته زما همدغه لاره ده کله کله کار ته ځم نو دلته پسې راغلو واقعا چې ځوانان به ومولیده ډېر به ځورېدلو نن هم په دې حالت باندې واقعا خوشحاله شو ډېر خوشحاله شو دا ځوانان د جامعې قشر دی دا ځوانان اکثریت د ځوانانو چې تحصیلونه یې کړي وو ښه سندونه یې درلود ښه استعدادونه یې درلودل داسې د مافیا ښکار وو داسې د دودونو د غربت ښکار وو دلته راغلي وو نو امارات چې دا ټول کړل واقعا د زړه نه به خوشحاله شو واقعا همگی ما از دل خوشحال هستیم و خودت چی گفتنی داری با حکومت قبلی که در 20 سال بود نتونست که حتی یک بار اینجا پایین شوه کسی و فعلا میبینیم که تمامیشان جمع‌آوری شدن والا مخکینی دولت چې ډېر څه په لاس کې وو کولی شوی چې جمع کړي خو دا و چې مسئولیتونه نه وو چا خپل مسئولیت نه پېژنده نو مسئولیتونه چې نه وو مسئولیتو تر څنګ دلته مثال مافیا لیدله که نن بېنیول سبا بیرته ازادېدل نو اوس د امارات څخه هم دا توقع ده چې په ټولو بخشونو کې هم داسې اقدام وکړي والا ډېر په دې حالت باندې خوشحاله شوم کله مې چې ولیدل واقعا له خوشحالۍ نه مې له سترګو اوښکې ولاړلې نو د امارات نه غوښتنه کوي چې په ټولو ځایو کې جمع کړي نه تنها دلته په خواجه جام کې دي پل محمود خان کې دي بعض ځایونه دي د ځوانانو ډک دي چې د دې ناوړه عمل ښکار شوي دي خدای دې وکړي چې امارات جدي اقدام وکړي او مخه یې ونیسي او توجه ورته وکړي نو دا به د ملت سره د امارات ډېره غټه همکاري وي لکه نورې همکارۍ چې وکړي چې د هېرېدلو نه دي نو دا هم د هېرېدلو نه ده د ټولو افغانانو په زړونو کې ځای نیسي سلامت باشین تشکر و خیر باشین. بله عزیزان میبینید در قسمی که شما هم میبینید یک معتاد هم فعلا وجود ندارد تمامی معتادین جمع کردن و قبلا که میدیدیم بسیار معتادین ما در اینجا میآمدند بخصوص در این وقت روز آفتاب خدا نمیدادند تا حتی تا پیش پل اگر در کامره دیده شود تا اوج معتاد می بود اما فعلا جای خوشبختی است که هیچ کدامش هم نیست اینجا و وجود نداره تمامیش انتقال داده شده به شفاخانه ها. ما هم میریم آهسته پرسان میکنیم از هموطنان ما. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. خوب هستین؟ شکر الحمدلله. تشکر. سلامت باشید. خودت معرفی بکنید. محمد اجمل هستم از بغلان. اجمل جان خودت چی پیام داری وقتی که میبینی این اقدام کردن و پل سوخته را جمع‌آوری میکنن معتادین و پاک میکنن خود پل سوخته را؟ والا این رقم کشه بسیار خوش هستیم از دولت والا این رقم کشه جای افتخاره که باید این معتادین افغانستان باید اگم شوه جایی نیست که همین افغانستان ما رقم شه اشرف غنی که حالت انداخته افغانستان ما چه حالت انداخته میاره کل 40 داده را بده خودش آره دولت امارات اسلامی آمده الحمدلله شکر باد از امارات ما اظهار خوشی میکنیم از امارات کی آمده است و یارو جمع میکنه و میبره اینجا. خودت قبلا هم اومده بودی از پل سوخته دیدن کدا بودی معتادین که بود؟ بسیار زیاد اومدیم فعلا اینجا خود ما دکان داریم در اینجا دکان ما فعلا در کراس اینجا ما می آمدم سعی میکردم ما ایران میدم اینجا پر بوده اون طرف هم پر است این طرف هم ما ایران میمونم خدای وضعیت افغانستان در این حالت چه رقم شوه در آخر چی وقت برسه در یقم آخر چه حالت شوه در افغانستان به اون خاطر و خودت چقدر مشکل ایجاد کرده بود معتادین که کار میتونست درست نمیتونست در دکانت؟ ما خودم دکان ما گفتم فعلا در کراس این اینجا ما یک دانه چی داشتیم اتاق داشتیم بغلان اینجا ما کورس مرس نخوانیم یک وقت می آمدیم در اینجا یک وقت حدیم شهر هر چیز کار داشت کار میشد برابر میشد میبردیم اتاق نه وقت می آمد بسیار ما میدرسیم اون چیز اتاق مار نبره یک دو دفعه بسیار اتاق مارم دو زم زد نمی خاطر دی بار این رقم خوب شد کار یار جمع کرد اینجا برده. چی پیام داری با حکومت سابق با وجود از اینکه اینقدر کمک ها هم بود اما نتونست که معتادین جمع آوری کنه و چی پیام داری با امارات اسلامی؟ پیام با امارات اسلامی است که ما شما میخوایم که نمی معتادین از اینجا باسته باید گم شوه دیگه نباید در اینجا باشه که بیخی وضعیت افغانستان تا کی دی حالت باشه. و پیامت با حکومت قبلی چیست که نتونستند در 20 سال که قدر کمک هم بود جمع آوری کنن معتادین؟ حکومت قبلی وقت در رایش و معیشت خود بودن کی به چی مردم میرسیدن ببین برای این دیگه چیزی گفته این ندارم با کلشان. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. باندې ته بیا مونږ تړلې دملا باندې ته بیا مونږ تړلې
کو اوس خدمات کو وحدت او کمال والوطن جوړو لنړی سره سیال والوطن جوړو. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت بخیر باشین. سلامت باشین، زنده باشین، خسته نباشین. فکر کنم ماسک بخیر باشه. اونجا ماسک فروشی داریم ما. بسیار خوب، بسیار خوب. پیام خودت چیست؟ خودت چقدر خوشبین هستی که معتادین از جمع آوری کردن؟ والا دمو خیلی خوب شد. اینجا ما خیلی در عذاب بودیم قبل از یا. چقدر مشکل بر شما ایجاد کرده بود؟ اگر خودشان مشکل ایجاد نمیکرد بویشان حتما بویشان هم بود، خودشان هم بود، خودشان مالای ما رو خیلی میبرد. خب دیگه دوزی میکردن دیگه. از همین خاطر دیگه دمو خیلی خوب شدم اینجا. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که دست فروشی میکنید؟ هستیم من اینجا 4-5 سال میشه. 4-5 سال میشه. هم یک چیز به فروش میرسن یا در بار تغییر میتیم؟ تغییر میتیم شا. در بار چی به فروش؟ از بار بازم چیزای باران هر چی که مثلا خریدن. خب فعلا خب ماسک داری، جراب داری؟ ماسک جراب هم چیز هست. خب بسیار خوب. چی پیام داری با امارات اسلامی و بزرگای امارات اسلامی؟ چی پیام داری با همچو کارشان؟ حالا خوب کردن. همه کار خوب شد، در مردم هم خوب شد، در جامعه بخیر خوب شد. سلامت باشین، بخیر باشین، زنده باشین. عزیزان بیننده، ما هم قسمی که دیدیم پیام‌های هموطنان ما را واقعا همگیشون خوشحال بودن و خرسند بودن. سلام علیکم برادر. سلام جان تنجر بخیر. تشکر. سلامت باشین. اگه طرفدار بیاین که در کامera دیده شوین. خوب هستین برادر جان؟ کدام تلویزیون است؟ تلویزیون ملی است استاد. خب تشکر. زنده باشی. حاجی فراد هستم از شهر مزار شریف. امروز کابل هم رئیس بنیاد حمایت از اشخاص بی‌بصارت. رئیس بنیاد حمایت از اشخاص بی‌بصارت. بسیار خوب. اگه اون طرف سایل بکنین که در کامera هم چهرهتان بیاید. بسیار خوب. شما چطور آمده بودین اینجا؟ پل سوخته دیدن میکردین؟ نه ما اینجا ما تقریبا 40 نفر از بنیاد ما از طریق بنیاد ما اینجا عروسیش بوده. عروسی دست جمعی با خاطر از ما از مزار شریف آمدیم که عروسی از ما رو بخیر در هتل بگیریم برشان کمک شون. عروسی دست جمعی رو برگزار میکنین؟ بله. بسیار کار نیک میکنین، بسیار کار. خودتون وقتی که آمدین با هم حالت روبرو شدین که معتادین جمع آوری میکنه، چقدر چی احساس باعث جوان کشور، باعث جوان که ما همینجا عمر ما تیر شد، از اینجا خرد کلان شدیم، ما بسیار خوش شدیم که همین مردم جمع شد. بسیار دلم میسوخت که در این حالت در اینجا بود تداویش. شاید هم یک جوان باشه یا وقت همین جوان بوده که به او یک آرزوی حتما داشت، یک چیز بوده با این حالت بدبختی افتاده. ما خیلی خوش هستم، خیلی خوش شدم. ما که میبینم هر کس که از جمع میگذره و میبینم چه حالت را خوشحال میشه و احساس خوشی میکنه. 100% دوام شاید هموطن ماست. در او بدبختی که با 100% دل ما جگرخون میشد. ما دقیقاً. چی پیام داری با امارات اسلامی و بزرگای امارات اسلامی؟ با امارات اسلامی با بزرگای شازی کار کرد شما واقعا باعث یک جوان کشور خیلی سپاسگزار هستم و خیلی خوش هستم که این کار کردن و بسیار خرسند هستم. تشکر. سلامت باشین، زنده باشین، بخیر باشین. عزیزان بیننده، این بود گزارش ویژه ما از پل سوخته کابل. تا گزارش بعد، خدا نگهدار.